نظامی به خاک مالیدند، اما دشمن دست بر نداشت و وارد جنگ در حقیقت تروریستی از داخل شروع شد و این مقدمات رو از گذشته هم پیش بینی کرده بود. او در برنامهش به طور دقیق این بود که در جنگ نظامی پیروز شد در داخل هم این حرکت رو انجام بده. چون اون شکست خورد این حرکتش ابتر ماند، ولی 2 مرتبه با یک فاصله زمانی این جنگ رو آغاز کرد و با سوء استفاده از یک اعتراض به جای خواسته به حق مردم بر این موج سوار شد و این جنایت ها رو آفرید و در حقیقت وارد فاز جنگ تروریستی شد و واقعا اسم رمز این جنگ تروریستی و داعش مسلک رو هم به عنوان جنگ تروریستی برای کشته‌سازی اعلام کرد. امروز ما در 4 جبهه با دشمنمون در نبردیم و دنبال میکنیم و این رو هم اشاره کنم که ما در جنگ اقتصادی باید توجه کنیم. همه ما مخصوصاً دولت و مجلس مهمترین نکته‌ای که در جنگ اقتصادی باید دنبال کنیم به سمت ثبات اقتصادی پیش بریم.